با سرداری امام علی رحمان یا شف پاور امام علی الجرغات و الذین دوغ فی شیر و احسن الآلوچه جنگلی فی شکراب و احسن التیزاوه بانان تندوری. یک سلامی پر از مهر و محبت به تمام طرفداران منوچهر کوهستانی و همچون یک سلام تلخ و ترش و یک طبقی پر از شکرابی با آلوچه به مخالفان منوچهر کوهستانی. در آغاز میخواهم از شما پوزش بطلبم و انشاءالله که شما نیز سختگیری نکرده مرا ببخشید. میخواهم تشکر بگویم که شما هستید و باز هم با نفس تازه و با دعاهای سرشمار شما که باعث آن گشتند که هدایت در بنده تقویت بیابد و من آغاز این مبارزه که قرض انسانی هر یکی ما و شما هست بکنم. دعوای روزنامه های چینی که تاجیکستان را قسم تاریخی کشور خود میدانند خیلی مدهش و خطرناک برای آینده تاجیکان است. نباید فراموش کرد که این روزنامه ها تعلق به حزب کمونیستی چین دارند. این اشاره خبری یا اینکه نوشتن چنین چیزها به اساس نیست، چون که در کشور مانند چین که نظامش کمونیستی و یک حزبی است، یگان رسانه نمیتواند که به اجازت حزب حاکم این آن مطلب را به نشر رساند. و قرض خارجی ما نیز بیشتر از همه از چین است و چین میخواهد بگوید یا قرض را برمگردانید یا تاجیکستان را در عوض پارچه پارچه میگیرم. گاه دلم میخواهد ساکت باشم که دیگر خودم را نشنوم. گاهی میخواهم چنان داد زنم که از نعره‌ام تمام زمین بلرزد. آه وطنم به کجا روانی؟ آه میهنم این دزدکانی سنگ تبار به تو چی کردند؟ چرا مه سنگ تبار؟ چون اینها نه گوش برای شنیدن دارند، نه دل برای احساس کردن دارند، نه کله برای فکر کردن دارند. یگانه فرقیت این ظالم نژادها از سنگ شکمی پر از مال حرام آنها می باشد. ما همچون ملت در خطر بزرگ قرار داریم. درک آن را تنها نفرانی می توانند داشته باشند که آینده ملت و کشور برای آنها مهم است. اما ما باز نفرانی داریم که تنها به خاطر بستر گرم و یک لقمه نان آماده هستند تحت هر کشوری باشند. برای آنها تنها منفعت شخصی مهم است و آنها توان فکر کردن آن را ندارند که تنها غم شکم آنها را به چاه نابودی میبرد. در فیسبوک شرح یک نفر را خواندم، یعنی کامنتری نوشته اش را. خواهش میکنم با دقت گوش کنید. او می نویسد آخر چی فرق دارد تاجیکستان در چین باشد یا نه؟ چون تاجیکان چین زندگی خوبتری دارند و مهاجر نمی شوند و برای این شخص مهم نبوده است در کجا باشد، مهم آن است که زندگیش خوب باشد. متاسفانه این اشخاص نافهمیده و پوچ تنها درباره اسب خود فکر می کنند و برای آنها مهم نیست که با کشور و با تاریخ ملت چی می شود. من از چنین اشخاص سوال میکنم چرا شما برای زندگی خوب نمیکوشید؟ چرا آماده نیستید که برای آبادی کشور کار کنید؟ برای همه معلوم است که تاجیکستان زمانی میتواند پیشرفت کند که این حکومت مشروع و نابکار با سرداری امام علی رحمان یا شف پاور امام علی الجرغات و الذین دوغ فی شیر و احسن الآلوچه جنگلی فی شکراب و احسن التیزاوه بانان تندوری. اینا می نوشه رحمانوفه. ما ملت را به دو قسم تقسیم میکنیم. یک قسم آنهایی هستند که برای وطن و آینده کشور آماده هستند کاری بکنند و برای کشور ضرورند، اما قسم دیگر آنهایی هستند که برای شکم پر و جاگه گرم آماده هستند که تحت هر کشوری که به آنها زندگی خوب را وعده می‌دهد باشند. برای آنها فرهنگ و سیاست ملی آنقدر مهم نیست. ما باید هدف خود را و دقت خود را بالای آن قسم از جامعه کنیم که برایشان ملت و فرهنگ ملی مهم است.
حکومتی که در 28 سال نتوانست حداقل کمترین وظیفه خود را اجرا کند، در 20 سال آینده نیز هیچ کاری از دستش نخواهد آمد. امروز یگانه راهی پیشرفت کشور این عوض کردن حکومت کنونی می باشد. خوشبختانه امروز جوانان ملت کم کم دارند متوجه می شوند و این می تواند در آینده نزدیک دیگرگونی های چشمرس به وجود بیارد. بود ایوان قرب شاه با والا، به این ایوان مرو بسیار بالا. که ترسم چون از آن ایوان درفتی، زهر افتاده محکمتر رفتی. رحمانوف او وقتی که افتادید که هیچ که قبیدت نمیتونه. خدا نگهدار تو باشه. موفق باشین.